در پاییز سال 634 میلادی نبرد پولیاگودار یا به گفته اعراب یوم الجس در کنار رود فرات اتفاق افتاد. در این جنگ دلاور ایرانی بهمن جادویی با مثنی ابن حارث و ابو عبید ثقفی روبرو شد. سواران و فیل‌های ارتش ایران شکست سختی به اعراب وارد کرده و پدر مختار ثقفی زیر پای فیل له شد. بسیاری از صحابه پیامبر اسلام و حافظین قرآن به دست ایرانیان کشته شدند. بازماندگان این جنگ در بازگشت به مدینه توسط مردم شهر هو شده و سنگباران گشتند و از فرط خجالت یا جلای وطن کرده یا در خانه خود پنهان شدند. عمر ابن خطاب خلیفه مسلمین با شنیدن خبر شکست اعراب از خشم کبود شد و فرمان داد کسی نام ایران را به زبان نیاورد. در مدت 1 سال بردن نام ایران یا اشاره به جنگ پل در مدینه ممنوع بود و چون در آن هنگام قرآن به صورت کتبی وجود نداشت و تعداد محدودی آن را از حفظ داشته و در مراسم می‌خواندند و اکثر آنان هم به دست ایرانیان کشته شده بودند، خشم اعراب از ایرانیان زبانه کشید. به مدت 1 سال نام بردن از ایران در مدینه ممنوع شد و عمر میگفت آرزو می‌کنم